با خواهش خود رفتیم. با خواهش خود روزی پدر و مادر خیلی خدمت رفتیم. ادا کردیم 2 سال خدمت و سری بلا پیش پدر و مادر برگشتیم. نه پشیمون نشدیم. البته خدمت برای همه قرض است. 2 سال کی خدمت کردیم برای پدر و مادر است. پدر و مادر تو که میگریز دید تاجیکستان خدمت کردن رفتیم. وقتی که مثال از ارمی میرفتن و ارمی برمیگشتن خانه برمیگشتن آیتش این یک بگیم که فخر بود. اومد فخر فقط جوانمردان فخر هم اویله بود. فخر همون اولادی که مثال همون جوان تربیت افتاد اولادی مثال همون محله‌ای که همون زندگی میکردین همون برای همین فخر. از همون که همون 2 سالشون در همون خدمت میگن خدمت میکنن گفته 2 سال به اودا گذشتن بریم خیلی کار کنیم یا زندگیمون رو بهتر کنیم گفته همین سبب میرون همون طرف خارجی ده کار کرده زندگی خود رو بهتر میکنیم. وضعیت کمک از منطقه شدید ما دولت‌های خارجی رفتیم کار کردیم حاضرشده خدمت باید میگن چیزاشون افتن افروز نیسته یکی مدت روپر دیم جای خوبه جوانان دست سرکشی میکنن از ارتش ملی. این هم فکر میکنم که بعضا سببی پست بودن شرایط زندگی هم میشه زیرا که مجبور هست که امروز بررسی رود و اون اویله‌ای که امروز به دستگیری همون جوان احتیاج دارد پدر مادر دخترکای و یا خواهرای رو دستگیری نماید. 2 بچه دارم هر خدمت میگه یک تاش این 89 های فامیل نام اومده رفته و کار کردیسه و زنا اومده کار کردیسه دیم بچه‌ام روشه در فدراسیون روسیه زن ارسی دارم مثلا کار کردیسه زن ارسی دارم در اونجا خدمت کرد. من خودم مجبور بودم سپردگیم بچه‌م که بر خدمت. اما برای چی بعضی مثلا میگریدن از خدمت؟ مرد زن مرد میره خدمت میکنه. ما شنیدیم که از او میتن طریق خروکس جای خوب بزیبه. با خودش خدم رفتم شرایط تو غریبه یکم کمبی نبود. اگه با فهمیدگی ما امیر آواز یامی جوانه حضور برام خدمت کنن یک چنین که با حیات همه فهم حضورشون. ولی برای چی نمیرون؟ اگه خیلی امو سلو با خیلی مردم خودمون ترس دارن که خدمت خیلی یک کدومه که خدمت رفتگی نیست نمیدونم کمی که رفتگی میفهمم خدمت همین مرد بچه دا قرض از تو یک پسر بودم خدمت نگرفتم میخواستم خدمت کنم ولی که از تو یک پسر بودم خدمت نگرفتم. شاید عذاب باشد شاید مشقت باشد برای هم از خدمت میگریزن. با فکر من این از یکم از سببش در شرایط پس بودن در همون جایی که 20 سال سربازا خدمت میکنن یکم سببش در شرایط و دیم سببش ممکن از ترس و هراس انسان میگریزن.